مدامی که قوی هست بگذار نپوشن دیگه رو. دستور موندگی بچه‌ریش موندگی دخترک پوشیدن معنا ندارد. مادری که بر خودش حیا ندارد، مادری که بر خودش شرم چی بودنش نمیداند، مادری بر خودش ساتر نمیداند. دخترها فهمونین اونایی که حجاب بسر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی هست. پدران عزیز خواه حاجی باشی خواه 5 بارم حج رفته باشی اگر کلم تا یا دختر سطر پوشی هستید یا جانبدار لباس‌های بیکار همون سنی که که هر چی که می شود از همون زنهایی که سر لوچند، گردن لوچ هستند، پای لوچ هستند، همه بی‌تمیزی از جانب اونها هست. شخص نیست بحث و مبادله افکار در این سمت. در بسیار موردها معذرت میپرسم در نقلیات دربارشون ششتن امکان ندارد. پوشیدن لباس دینی طبق قانون‌گذاری جمهوری ما ممنوع شدنی نیست. وابسته به دین اسلام است یا یکی دینی مثلا چی هست غیر اسلامی است. پیروان غیر اسلام پیروان دیگر دین ها هم در جمهوری ترکستان میتونن آزادانه از سر لباس خودشون چکنن استفاده کنن. اما آن چیزی که ترتیبات جمعیتی است، آن چیزی که مثلا طلبات نظامی هر یک تشکیلات و مؤسسه خاص هست، این رو خود همون مؤسسه یا خود همون تشکیلات معلوم می‌کنه. به نام خداوند بی‌نهایت بخشنده و بی‌نهایت مهربان. ملت تاجیک زیاده از 1400 سال است که پیروی از دین اسلام میکند و در این مدت طولانی 100 ساله ها این ملت با همون لباس ملی خود لباسایی که شریعت یا فقه مذهب حنفی اینا همه در یک جایگی معین کردگی هستند این رو تا به حال رعایت میکردن و همچنانی که در این 100 سال‌های گذشته رعایت کرده بودن با همون نمود یعنی با لباس ملی یعنی با لباس‌های ملی معیارهای شرعی رو رعایت کرده می‌رود. این یگون مشکلی ندارد چرا که در ما از قدیم عادت نشده است که مردم سیاه بپوشند. یعنی سیاه پوشیدن در نظر مردم یک چیز قبیح هست. خب که مدامی که قبیح هست بگذار نپوشند دیگر رو. و شریعت اسلامی هم شرط نگذاشته است که حتمی با همون لباس زن سیاه باشد و میشد که با دیگر رنگ ها لباسشان باشد. من زید هستم در حقیقت حاضر در مختار بدخشان عموما نیست خوشبختانه نه نیکوی خشتباری نه نیکوی برمحل همه کوشش میکنند که فرزندای خود کسب آموز کند هنر آموز کند و دانشگاه ها سپورد. در ولایت سوخت نیست در خطلون هم کمتر شده گه ماست در کجا هست در خود شهر دوشنبه در مرکز پایتخت همه شرایط ها هست ببخشید تیاپوی پول تربکس آب گرم همه از ویشینی پستایانه هست اما چی نو شکری میکنیم ما با جایی که روچکا و ورق گیریم یک کودک تربیه کنیم تعلیم میبخشید کمترک از شهر دوشنبه اینا دخترکوی من مانیتوری گذروندم کمترک بیرون بروه دخترک از دستور موندگی بچه‌ریش موندگی دخترک پوشیدن معنا ندارد چی خیلی پوشیدی بچه وزارت تندرستی رو دعوت کردیم مردم اومده است من در مراجعت کرده است که معلومه من با ایش اویلم زندگی نمیکنم یک گور کشودگی و سینتتیک پوشیدگیش تماما تنهاش هم خیلی جوغر بورین یک تا زخم پیدا شده است میبخشید وای مولجه نوشالنده است و خیلی من متخصص رو دعوت کردم فرزندوش نگاه میکنیم و همین حسی ترس در دل دارد من خیلی صدبر دارید گذاروندم وقتی که دخترک رفته است بود یکی توپیچه داشت و لنتچکاش گفتگی بود دختر جون لبای جون گفتم من در مراجعت من مادر میبینم از خنده فرزند کو خرسند نشدم وقتی که دختری که حجاب بسر داشت دختر جون یک چی میگوین این همه نگاه کنید ترس و هم خرافات پرستی در دل همون کودکه که بیچاره جو کردن در دوران استقلالیت میبخشین این تینجی و آرامی و این صلح و ثبات ما باید قدر کنیم ما مادران و فرزندای خودمون فهمونیم یکیش میگه که مردممون نمیموند میبخشین برای یک
دیگر دل مرد یافته میتونیم آتاجانش هیچ گم نیم امروز باید دخل کنیم امروز آتاجانش مرندی که مادر شما میپوشید من هم خیلی میپوشم همون مرد که هیچ وقت شما زیدیت پیدا نمیکند شما را دستگیری میکند ما از مادران ما باید توانیم که در روحیه وطن دوستی تربیت کنیم در روحیه مهر به وطن و به مادر تربیت کنیم میبخشیم ما ریت‌ها با نماینده پروکراتور و وزارت کارهای داخلی امنیت میگذارونیم انا همون دخترکایی که سخت میپیچونن خچونن میرویم از قفوشون یک جایده جمع شده و میبخشیم مرد زنهای بیگونه رو به همدیگر یکجا میکنن وقتی بیگونه پرستی کردی سبک‌پویی هم بعدی او پیدا میشود من اینا با چشم خود دیدگیم من خودم همچون رئیس کمیته مشاهده کردگیم و اون صفر اون متخصصی که امروز من دعوت کرده با اون دخترکان کار برده ایستادم میبخشید وقتی که مقصد مو را میفهمد بعد به گریه میدروید که معلمای عزیز من خواهش ندارم که به همین راه روم لیکن یک نفری بود که به همین راه در آوردم و دختره برد برای همین ما پیش از همه حسی بلند ملی باید داشته باشیم حسی بلند وطن دوستی داشته باشیم افتخار از پیشوای ملت کنیم و به هر گفته های سرور دولت گوش انداخته شما تمام دخترها را فهمونین اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی هست سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن سرمشق کاری خود کنیم انا او وقت میتوانیم که وحدت کامل ببخشید هممون به همدیگر انم که سرجم باشیم مردهایی که در حقیقت مراجعت میکنن از مشکلات زندگی در شرایط خیلی اقلیم گرم ما وقتی که بعضی بانوها سطر ببر میکنند حتی در بسیار موردها معذرت میپرسم در نقلیات دربارشون ششتن امکان ندارد بعد واقعا خطر دارد هر کس با تشویش و شبهه به آنها نگاه میکند که خدا نکند در تگ سطرشون چادرشون یگان چیز پنهان شده باشد چون که حادثه‌های زیادی ما در من این بانوی زیبایی که در نزد ما هست ما هراس میکنیم از اینا استاد این درباره این کارها برای تهیه نمونه لباس ملی چقدر دوام داره واقعا ما دستور گرفتگی بودیم که در مورد تهیه لباس ملی در همکاری با کمیته های داخلی داری دیگر مقامات های دیگری وکالت دار در عین زمان یک خلاصه مشخص نیست بحث و مبادله افکار در این سمت ادامه دارند و در وقت‌های نزدیکتری میتوانیم به این سوال شما پاسخ دهیم. در همین تهیه لباس ملی تا کجا لباس پوشی زنان ما در گذشته به نظر گرفته میشه در حجم مثل لباس‌های خاله واسه چگونه ماننده است یا اینکه نه اصلا همون سنت‌های ملی که ما داشتیم اونها پره رعایت می‌گردند در عین حال با نظر داشته پیشرفت جامعه امروزه لباس‌ها تکمیل داده میشن نه که ما بازگردیم به عصر سنگ و عصر چیزی که بانوهای ما خانم‌های ما پیشگذشتگان ما در بسیار موردها خیلی نیازمند بودن و لباس‌های زیبای مانند امروزه نداشتند هم زیبا باشد هم برای سلامتیشون مفید باشد برای مردها یگان نمونه برای مردها که لباس اروپایی چیزی که تمام دنیا قبول کرده است فرض کنیم عرب‌ها ما مانند عرب‌ها من حاضر پوشیدیم خیلی نگاه میکنم به ما در میان آنها یک خبرنگار سطرپوش هم بود آرام بگزاده گفت یگان محدودیت جاری نشده است ولی هدف اساسی کم کردن محصولات زیاد وارد شونده از بیرون کشور که به جسم روح معرفت ما خلل میرساند شما جانبدار سطرپوشی هستید یا جانبدار لباس‌های بیکار همون صنعی که واقعا باعث مریضی گوناگون در کشور ما افزایش کسرهای گوناگون شده ایستادند مقصد فقط تربیه هست یکی از ژورنالیستان سطرپوشی که صحبت‌های وزیر را سال گذشته شنیده بود در صحبتی بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت که بعد این محدودیت‌ها او هم دیگر نمی‌تواند برای انجام مصاحبه‌ها با سطر خود وارد ساختارهای دولتی شود و در دو راه‌های مانده است که کار را بدون پوشیدن سطر ادامه دهد یا از کار رود ولی فیروزه کریمова یک ختم کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان که از خردسالی سطر میپوشد گفت پوشیدن سطر برایش حالا مشکلی زیاد ایجاد میکند چیزی که قانون برآمد در دموکراتی همو قانون ما پیشروی میکنیم اسلامی در چیزی هست ما برای خودمون میگیریم خزم برای اونایی که مثال سطر میکنیم هر آدمی ایمانش دین خودشه دل خودشه
برام زنای حاضران برای ما خیلی میگن ما همه قدر خیلی پیشنهاد کردن بگیریم گفتن نتونستیم گرفته خیلی حیا اومد در دلمون که چه خیلی قسال بستیم خواندیم بدونیم دین اسلام با ایسرمون گرفته پرته سطر به خاطر خودم انتخاب کردم برای آخرتم آباد چیدن برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایروی سطرش هر کس مقطع بچه‌ش به نگاه نمیکنه سلام شب پر علیک میگیرن بعدی که وقتی که اگر مثلا حوض قانون برای که سطر واقعا من میکنیم در این کار به حد من غمگین میشم زیق میشم با او خاطره که ای کودکی اختیار دهیم بود که من باید سطر کنم برای مقصد آباد کردن هم این دنیا و هم آخرتم در پیش حقوق و قانون و قاعده همه بنده برابره وقتی که مقصد یک لوچ میگرده در او مقصد کاردار نمیشون و یک از محکمه در او کاردار میشن ایش هم آری آداب نیست التماس حقوق ما را باید پایمان نکنه ما همچون در همین پیش خداوند در پیش همین بنده ها در پیش همین کلان شونده ها التماس میکنم تو اگر در کار شوه نماز را میخوام دعا را میکنم که میگم بهترین چیز در دنیا یا دعا کردن دعا میکنم که همین سطر من نکنم من با اختیار خودم پوشیدم مرا هیچ کس مجبور کردگی نه من که پوشیدم برای من هیچ کس کاردار نشم من هم به هیچ کس کاردار نمیشن که وای پوشیدگی یا اینکه نپوشیدگی من کنم با یک خیلی دیگه یک رومال کلان میبندم لیکن من نمیکنم این میمونه تا آخر برای که این از اول از قدیم الایام در قرآن اومدگی من با اون شرط با اون خاطر سطر میکنم که این گفته خداوند است که هر شخص زن باید که همه وقت پیچاندگی باشد من با یگام کس کار ندارم که اون چی میپوشد نمیپوشد به چشم بد نگاه نمیکنم من این گفته خداوند پروردگار پیغمبر من امینا میپوشم اگر این چیز رو من کند خونشین میشینیم کوچه نمیبریم ده کار نمیکنیم ما امی سطر رو میکنیم مقصد میبریم ای خونه که از روزگارمون بیامیم از زندگیمون پیش بریم ما با همه چیز میکنیم میبریم اگر این چیز رو من کند ممکن که ما خونه نبریم یک مقال دارن از زنی غر بروید زن که استادش غر است مادری که بر خودش حیا ندارد مادری که بر خودش شرمنچی بودنش نمیداند مادری بر خودش سطر نمیداند و هیچگاه برای شما دختری با حیا تربیت نمیکنه برای شما فرزندی با آداب تربیت نمیکنه بنابر رسول اکرم به جوانهای امتشان ترغیب کرده گفتند علیکم بذات الدین و فی روایت فظفر بذات الدین تریبت یدا من به شما بچه های جوان تاکید میکنم بچه های خوش زنگیر تاکید میکنم خواه آینده فرزنداتان با آداب شود با حیا شود خواه که زنهاتان براتان وفادار و با آداب شود دخترای با حیا و با عفت بزنی گیرید دخترایی که سری لوج میگردن کرتی آستین کلته میپوشن اونها رو بزنی نگیرید زیرا که باید نمیتواند برای فرزند آینده شما مادر شدن پدرای عزیز بستن رویمال و پوشیدن بدن زن این فرض است یعنی این حکم قطعی خدا هست این فرمان خدا هست کدام زنی کی کدام دختری کی اگر گوید که من روی مال نمی بندم این به زیبایی من خلل میرساند من این قبول ندارم این زن این دختر کافر است و این نمی شود نکاح کرد و این نمی شود فقط مراد جنازه کرد در که همه ملاها میدانند کسی یک فرض خدا را قبول نکند رد کند و کافر است آخه این روی مال امر خدا هست قرآن پروردگار به ما و شما خطاب میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن این امر خدا خودان پدرای عزیز قرآن گریخانه امروز قرآن با خطی کریلی ترجمه شده است در سوره نور خدا میگه باید زنهای مسلمان وقتی که به کوچه میبرایند بر سر خود روی مال پرتایند که موی سری اونها را پیشی بری اونها را از چشم بیگانه ها پنهان دارد این امر خدا هست می شود امر رئیس جمهور کسی اجرا نکند چگونه ما امر خدا را نمیتون اجرا نمیکنیم فقط در پیشگاه خدا چی جواب میتید پدرای عزیز شما فقط چی جواب میتید خداوند به خاطر یک زن 4 مرد فقط عذاب میکند حضرت امام حفص کبیری بخاری میگه یکی پدر شد یکی شوهر شد یکی برادر شد یکی فرزند شد بنابراین بچه های خوش رو برای زناتان شما جوابگر هستید امروز زنهاتان سری لوج میگردد کرتی آستین کلته میپوشد پیشی برش لوج در کوچه میگردد شما برای و فقط جواب میدید شما چگونه مرد هستی من نمیفهمم اما من هم مرد هستم اگر حالتی چیز همسر میبینم دنیا گشته میگیرد من شما چطور مرد هستی من نمیفهمم که پیشی بریز زناتان تا بالای سینه لوج در کوچه آدم ها تماشا میگن رشتان نمیبیاد
خداوند زن زیبا آفریده است، موی سرش زیباگی دارد، همش زیباست، لیکن باید برای شوهرش است. خواهرای ما خواه سری لوج میکنن، خواه کرتی آستین کلته میپوشن، خواه پیشی برشان لوج، در خانه برای شوهرش همش درست است. اما وقتی که کوچه میبرد باید در سرش رویمال پرتود، کوچه میبرد باید در بدنش یک پلاش پوشد. وای زنی مسلمان است، وای اروپایی نیست، وای مسیحی نیست، وای مسلمان است. و این مسلمان گفته فقط جنازه میکنن. ببینه بعضی خواهرای تاجیک ما لباس بپوشن شیفان کامبخت، اگر همون پایاننگی به چیزش نباشد تمامی بدنش میتابد. خیریت که همون سینه بندک برآمده است یا پلافکر، اگر هوایی نباشد همه سینه هاش هم میتابد، هم جای در کارش میتابد. مگر این مسلمان است؟ در بدن لباس دارد، پیغمبر خدا گفتند، اما لباس رال خودش اجرا نمی کند، وظیفهش به جا نمی بیارد، یعنی بدنش نمی پوشاند، بدنش همش میتابد. کدامش کمبینشکی داشته باشد یک نوع، کمبینشکی نداشتگیش همش مائلاتون. این زنها گفتن از شریعت دور شده هستند، از اخلاق جدا شدگی هستند. ممیلاتون دیگرها هم از اخلاق دور کننده هستند. موهای سراشان در گیردی سرشان کلوله کردگی، این پیغمبر خدا 1400 سال پیش گفت. تا وقت این زنها نبودن، موی سراشان بلند برداشتگی، مثل کوفان شتر سری لوج میگردن. حضرت چی گفتن؟ لا یدخلن الجنت، این زنها بهشت نمیدرایند و لا یذقن نعیمها، بوی بهشت هم. در روایت دیگر حضرت گفتن العنوهن فانهن ملعونات، این تو زنهای بی حیا و بی حجاب لعنت کنه، زیرا کنها لعنت کرده شده است. آخه پدرای عزیز، شوهرای عزیز، آخر شما در لعنت خدا گرفتار وقتی که دختراتون این تو میگردن. نگوید زبان هم است، زبان هیچی نیست است. زبان ما و شما تغییر بدیم، مدنیت ما و شما میبراریم. انسان است مدنیت ساز، انسان است تغییر دهنده زمان. وقتی که من تو دخترامون با رویمال پوچکی برآوردیم، دیگه هم دخترش با رویمال برای میشود چیه همه رویمال پوش. مگر دختری تاجیک با رویمال نمیتواند مادر خواهر شفقت شود؟ مگر دختری تاجیک با رویمال نمیتواند در بازار شین سودا کند؟ مگر دختری تاجیک با رویمال نمیتونه در دکان شین سودا کند؟ مگر برای همین هم شرط است که آستینش تا آرین برزند و سریلش کند؟ اولش عیبای شما پدراست که پروا ندارید. لباس شما میخرید، 100 سامون و $200 در لباس میبیارید، دست دختر چطور میدید؟ او چگونه لباس میدوزد نمیپرسه که بچه چون این تو دختی؟ تو مسلمانی؟ تو رو من مسلمان تربیت کردی سلام. این لباسی تو لباسی کافر است، چون این تو پوشیدش دادی؟ یک بار نمیگویی. حالا قرآن پروردگار به زنهای مسلمان و به مردها و به پدرها خطاب میکند که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این امر خدا هست، این امر رئیس جمهور نیست. امر فرمان جمهور برات خوابتان نمیبرد، برای اجرا کردنش خانه به خانه میدوید. شما برای فرمان خدا را اجرا کردن حرکت نمیکنید. رئیس جمهور از کار میگیرتان خلاص، اما خدای رئیس جمهور فلجت میکند، فقط در قبر عذابت میکند، فقط در حبس خانه دوزخش ابدی میسوزاند. این فقط از کار میگیرد. اگر 50 ساعت گیرد رنگ غفار ساعت 20 سال سوتون میکند، تمام دیگه این کار زاید نمیکند. لیکن انشالله اینم نمیکند. این کار اینم مسلمان. یعنی امروز الحمدلله که خواهر و اپا و مادرای ما و شما رویمال ها را طبق آیت کریمه میبندند. هزارها بار شکر. باور کن این یک خرسندی آور است، این یک باعث شکر هست که امروز زن ما و شما، خواهر ما و شما، اپای ما و شما رویمالش به گفت این زنی که به زندگی خود منش بسته است همچنان میبندد. این افتخار است. خدا در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. ای محمد صلی الله علیه و سلم فراموش نکن که تو بنده من هستی. من بر تو امر میکنم که اولا بر دخترهای خودت، بعدا بر زنهای خودت. وقتی که دخترها و زنهای خودت که رعایه کردن، بعدا بر زنهای امتت خبر بده. چی خبر بده؟ یدنین علیهن من جلبیبهن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. بر زنهای امتت خبر بده که بالای سرشان رویمال پرتایند و رویمال ها را چنان بندند که پیشهای بر و پسهای گردن اونها نتابد، بندهای دست اونها، بندهای پای اونها نتابد.
تا که اونها در نزد من نجات می‌یابند، تا که اونها شناخته شوند که اینها زنهای مسلمان هستند، تا که به اینها مردهای بی توفیق سخن بیهوده گفته نتوانند. امروز بین این معجزه خداوندی است که وقتی زنی که ساتر داشته باشد هیچ مرد فاسق به جانب او گپ پرتافته نمیتواند. لیکن هر چی که می شود از همون زنهایی که سری لوچند، گردنی لوچ هستند، پای لوچ هستند، همه بی تمیزی از جانب اونها هست. از این خاطر در این سخنها باید این خواهر ما و شما ملامت نشوند. اولین شهیدی که در اسلام شده است آن زن شدگی هست. از این خاطر هیچ زن ملامت امروز پیدا می شود، زنهای پیدا می شوند که می گویند که جمعه کجا می رای؟ جمعه برای شما شرط نیست، حالا که هزارها نامعقول کرده است او عالم است، او داملا است، او کسی نباشد. امروز شما را ملامت میکنم برای سترتان، لیکن شما ملامت نشین، شما در نزد خدا مکافات میگیرین. شما هم جواب قبیح نسبت اونها جواب بگین. خدا رحمت کنه، مولوی را میگوید به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. خدا رحمت کنند مولوی را. این کلب ها گفته سگا را میگن. همون زنهایی که شما را ملامت میکنن، همون مردهایی که شما را ملامت میکنن، به خدا قسم از سگ دم پستر هستند. سگ هم در نزد خدا قدر دارد، اون از سگ در دیده پستر است. شما به ملامت هم نشین، غمگین هم نشین. این راهی که شما گرفتین راهی راست است، راهی درست است، راهی جنت است. آراسته کرده است. پدران عزیز، خواه حاجی باشی، خواه 5 بارم حج رفته باشی، اگر کیلون تا یا دختر تا، ما برای شما اعلان میکنم فتوای حنفی مذهب، هر کسی دخترش نیچ است، سطر ندارد یا اینکه زنش پیشی برش میتاود، این دیوس است، نماز الله قبول نمیسازد. اگر امام شود نماز تا سر بخوان، امامتی را حق ندارد. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه، هر کسی که زنش سطر ندارد، دخترش حجاب ندارد، اگر در کوچه رومال خلقتی براید، پیشی برش اگر محکم نباشد، دیوس است. الله دیوس دوست نمی دارد، پیغمبر دیوس دوست نمی دارد. ثلاثه قد حرم الله علیکم الجنه، مدمن الخمر والعاقل والدی و الدیوس و هو الذی یقر سوء فی اهله. 3 گروه مردم از جنت محروم هستند. یکش عاق پدر و مادر، دویمش عرق نوش، سومش کسی که انمی زنش سطر ندارد، حجاب ندارد، مرد بیگانه قدی رقص و بازی میکند، خودش بیناموز از دور نظر میکند، زنش با مردی بیگانه رقص و بازی میکند. الله چی میگه؟ این بندگان مسلمانی که در دنیا کم بغل هم باشند، اینها را در روز قیامت آبروشان بلند میسازم. لکن کسی که سم دارد، دلار دارد، مکسیمه دارد، مرسدس دارد، نماز نمیخواند، جاش دوزخ است. برای چی دوزخ است؟ الله میگوید ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعة الشافعین. الله میگوید در روز قیامت بنده ها را همه را زنده میگرداند و یکی ما و شما را میپرسد ای بنده من، در بابای خانه محمد رسول پسرش ازدواج میکرد، در همونجا حضور داشتی، عاشق خوردی، برای نفسی پلید، یک روز چند جا قرولتای ده معرکه میشد، برای آش رفته میتونستی، چرا مسجد نمیایی؟ چرا فرزند مسجد نبردی؟ چرا زنت با حجاب نکردی؟ چرا دخترت با حجاب نکردی؟ آیا چنین حیوان، چنین میمون ناموس نداشتی؟ جواب میگویی کسانی که در خانه بابای حاج محمد رسول نشستن خوردن، بعد از همین شنیدنی موعظه ها سخنای الله که پند نگرفت، زنش با سطر نکرد، دخترش با حجاب نکرد، رفتهای به مسجد نکرد، مسلمانان را دوستی نداشتند، الله در روز قیامت میپرسد، جنتی ها را اجازت میکرد بپرسید که اینا چرا در دوزخ میسوزند؟ جنتی ها سوال میکردن دوزخی ها را ما سلککم فی سقر، ای برادر در خانه بابای حاجی محمد رسول
نشسته بودیم یک جا آش میخوردیم، امروز چرا تو در دوزخ میسوزی؟ این چی جواب میگید؟ لم نکن من المصلین، من نماز نمیخواندم، زنم حجاب نداشت، سطر نداشت، دخترم به حیا بود، در رستوران توی کردم، من نام مسلمان بود، خلاص دیگه خودم چیزی نداشتم. قوم های عزیز، فرق میان مسلمان و کافر نماز است. نماز که خواندی 5 وقت نماز مسجد رفتی، بدان که مسلمانی کامل هستی. اگر رفته های مسجد نکردی، اگر عرق نوشا را خانت آوردی، به نمازا را خانت آوردی، روزی می شود که خیانتت میکند، هم در خاندانت، هم در زندگیت، هم در پولت، هم در دخترت، هم در زنت، روزی می شود خیانت میکند. چرا که به نماز وقتی که سخن الله را که قبول نکرد، پابند امر حق چونی، از وفا ملاف، با خالق چی کردی؟ با خلقی چی کنی؟ این به نمازی که نماز نمیخواند، امر الله را قبول ندارد، متکبر شده است، الله متکبر را بد میبیند. این بدبخت خانه چرا میاری؟ این که از خدا که نترسد، چرا ای باید دوست میشی؟ المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم ما یخالل. مسلمان در روز قیامت با شریکش میخیزد، با دوستش میخیزد. اگر به نماز دوست داشتید، با همراهی به نماز میخیزی. عرق نوش دوست داشتی، با همراهی عرق نوش میخیزی. نمازخوان دوست داشتی، با همراهی نمازخوان میخیزی. از همین لحاظ خداوند جل و علا جنتی را میگه که از جنتی ها حکایت میکند، ما سلککم فی سقر. ای کسی که در دوزخ میسوزی، در دنیا چی کاره بودی؟ من میخوردم، مینوشیدم، مرا الله چشم داد، گوش داد، پای روان داد، میخوردم در یک بار 4-5 مرکه، لکن نماز نمیخواندم. از خوک از من بالاتر دست نفهمیدم که خوک از من بالاتر قدر داشته است. خوک هر روز یک بار تسبیح میگفت است که خداوندا مرا خوک خردی و به نماز نکردی، لکن من به نماز بودم. از همین لحاظ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جواب میگفتن که ما نماز نمیخواندیم، ما نعمت الله استفاده میبردیم، ما را الله تن جان صحت داده بود. و کنا نخوض مع الخائضین. ما رفیقانی بد داشتیم، رفیقانی داشتیم که ما را به سوی رستوران میبرد، به سوی گناه کردن میبرد. قوم های عزیز، در تفسیر روح المعانی در سوره والعصر میگوید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله میگوید همه بندگان در زیانکار هستند. دنیا فریبش میدهد، فرزند فریبش میدهد، زن فریبش میدهد. امروز ما و شما یک توی که بکنیم برای دخترمون کسل کردن تا بردنش بازار با بازار میگردیم، دیوان 1,500 دیوان 1000 ساز یعنی دلاره فلان گوشپاری تیلا. فراموش کردیم که دختر جان نماز بخوان، دختر جان با حجاب باش. حتی در قومی ما و شما که در قرولتای است 3 بار حج رفت، 4 بار حج رفت، 1 بار از حج ناورد، 1 حجاب ناورد برای دخترش، 1 حجاب برای دخترش ناورد. 5 بار حج رفت است، با میبینی زنش در کوچه بی سطر، میبینی دخترش در کوچه بی سطر. جان تمس کنه، خانت بسوزه توار حاجره. تو چرا حج برای دخترت حجاب نمیاری؟ تو چرا برای زنت حجاب نمیاری؟ تسبیح خطایی بسیار میاری تقسیم میکنی و تسبیح هم از سرت مانه. تو چرا برای زنت حجاب نمیاری؟ برای دخترت چرا حجاب نمیاری؟ جوانان عزیز، الله تبارک و تعالی بنده با غیرت دوست می‌دارد.